تا وقتی عکس در نیاد این بدبختان نمیفهمن چه بلایی سرشون اومده. خیلی مهارت داری، سریع لنز دوربین رو پیدا میکنی. آره خب چرا که نه، به نظر من خیلی بامزه است. من همیشه تو عکس‌ها دنبال یه چیز خنده دارم، مخصوصا از این عکسای بازودار. واو، از اون عکسای بازو در بازو. آره تو عکسام بگردین پیدا میکنید. آره صورتشون رو لیست میزنین، یعنی واقعا صورتشون رو لیست میزنین یا فقط لیست بازو زدن صورته؟ باید صورت لیست بزنم، اما فعلا به همینم رضایت میدم. از تو داوطلب شد جک، امشب بذار یه لیست بزنه. یه عکس باش بگیر، یه چک کن ببین لیست میزنه یا نه. باید برنامه‌مو ببینم وقت دارم یا نه. اما امشب به عنوان بازیگر اینجا هستی. آره واقعا اینطور بود که قلبا اینو بخوای، یعنی خواستت همیشه این بوده که مدل و بازیگر بشی؟ از وقتی به دنیا اومدم بوم خواستم اجرا کنم. میدونی بچه‌م که بودم آهنگای مسخره میخوندم و مردم رو مجبور میکردم نگام کنن و نمایشای عروسکی اجرا میکردم. آره خوشبختانه هم زحمتم نتیجه واقعا داد. جواب داد. میدونی تو با خیلی از معروفا بازی کردی، یعنی تا شروع کردی بازی دادن. آره بازی کرده. مثل جوخه انتحار با ویل اسمیت، کشتارهای لندن با جانی دپ، تب لاله با جودی دنچ. به نظرم بازی کردن تو این فیلم‌ها فوق‌العاده است. آره ممنون. خیلی ممنونم. اما از اولین فیلمایی که بازی کردی شهرهای کاغذی بود، یه داستان نوجوانانه اما خیلی شیرین و با نمک بود. همه چی سر جاش بود، مگه نه؟ این فیلم این بود که چه یهو لهجه گرفتم، ببخشید. جریان در مورد این فیلم این بود که خیلی واقعیه، مثل فیلمای نوجوانانه نیست که همه چی خوب و شیرین و به خیر خوشی میگذره. خیلی واقعی و غمگینه و ممکنه کلی هم گریه کنی و کلی احساساتی بشی و خیلی نوجوانانه. یه تیکه از فیلمو داریم که صحنه شیطنته. آره من عاشق صحنه‌های شوخی هستم. اینجا اون قسمتیه که چطوری بگم میخوای انتقام بگیری. دنبال انتقامم. آره با اون پسره که اون طرف خیابونه که خیلی عاشقته. آره که خیلی عاشقته. دقیقا. میشه ببینیمش دیگه نه؟ آره میشه. آره Chuck Parson. You didn't think a scumbag like Chuck Parson could emerge unscathed, did you? Don't worry. He's a heavy sleeper. Here. No, thanks. There's gonna come a time in your life where you're gonna think, what do I regret more? Removing Chuck's eyebrow or not removing Chuck's eyebrow? I get it. Look at us, we're ninjas. You're a ninja. I'm not a ninja. You're a ninja too. Just a really awkward one.